سلام، من مهسام. اینجا با هم تو کوچه پس کوچه ها و جاهای دیدنی دنیا قدم میزنیم و با هم تجربه میکنیم. این قسمت هایدلبرگ، شهر کوچکی در جنوب غربی آلمان. این شهر روی رودخانه نکار ساخته شده و معروفیت این شهر به خاطر دانشگاهش هست که در قرن 14 ساخته شده برای کلیسای این شهر و همینطور برای قلعه هایدلبرگ که نمونه‌ای از معماری دوران رنسانس است. با من همراه بشید تا گشت کوتاهی در این شهر تاریخی با هم بزنیم.